چه خواهی برای خود، پنهان مکن ز خاطر ما ماجرای خود. درود خدمت یکایک شما دوستان عزیز برنامه علامت سوال. بسیار خوشحال هستیم که سه‌شنبه دیگه از راه رسید. در خدمت شما عزیزان هستیم با یک برنامه دیگه از استودیوی لندن. شما عزیزان بیننده برنامه علامت سوال هستید که به صورت پخش زنده در 90 دقیقه آینده قرار هست که به سوالات شما عزیزان پاسخگو باشیم. همونطور که میدونید برنامه رو میتونید بر روی شبکه سات7 پارس از طریق ماهواره یاست تماشا کنید، همچنین بر روی یوتیوب سات7 پارس و یا اینکه از طریق اینستاگرام و فیسبوک علامت سوال، اینستاگرام و فیسبوک سات7 پارس میتونید برنامه رو به صورت پخش زنده تماشا کنید. همچنین شما دوستان میتونید با ما در تماس باشید در طول برنامه. اگر سوالی دارید، نظری دارید، در ارتباط با موضوع برنامه بحثی دارید، حتما با ما مطرح کنید. همچنین اگر شهادتی دارید فراموش نکنید اگر شهادت دارید برای ما بفرستید. ما در فصل آینده قرار هست از تک تک شهادت های شما عزیزان برکت بگیریم و اونها رو به اشتراک بگذاریم. پس خوشحال میشیم از شما عزیزان بشنویم. اما از طریق یوتیوب، از طریق اینستاگرام و فیسبوک میتونید پیغام های نوشتاریتون رو برای ما بفرستید از همکنون و همچنین از طریق اپلیکیشن های واتساپ، وایبر و تلگرام هم میتونید پیغام های نوشتاریتون رو برای ما بفرستید. من برای شما عزیزان این شماره رو میخونم که مخصوص اپلیکیشن های واتساپ، وایبر و تلگرام هست و همچنین بر روی گیرندتون هم خواهید دید. با شماره تلفن 2035 79 99 37 772 میتونید از طریق تلفن هوشمند و از طریق اپلیکیشن های واتساپ، وایبر و تلگرام برای ما پیغام هاتون رو بفرستید. همچنین شما عزیزان میتونید با ما تماس تلفنی مستقیم داشته باشید از طریق یک شماره تلفن واتساپ دیگه که با شماره واتساپی که در واقع پیغام فرستاده میشه متفاوت هست. اما بعد از نیم ساعت اول برنامه شما عزیزان میتونید از طریق شماره تلفن 2044 751 32 49 482 از طریق واتساپ با ما در تماس باشید و ما هم خوشحال میشیم از شما عزیزان به طور مستقیم بشنویم. و همچنین درخواست های دعاتون رو فراموش نکنید برای ما بفرستید. در آخر برنامه برای یکایک شما عزیزانی که درخواست هاتون رو فرستادید در دعا خواهیم بود. فقط خواهشاً حتما بگید در ارتباط با چه موضوعی میخواین دعا بشه. احتیاج به اطلاعات زیادی نیست، فقط در رابطه با موضوعی که در قلبتون هست و میخواین دعا بشه به ما بگید تا بتونیم متمرکزتر برای شما عزیزان در دعا باشیم. با هم بریم یک بار دیگه راه‌های ارتباطی با برنامه رو ببینیم. برمیگردیم همراه با مهمان عزیز برنامه با شما خواهیم بود. بله دوستان، یک بار دیگه با هم راه‌های ارتباطی با برنامه رو دیدیم و همچنین بر روی گیرندتون به طور دائم در طول برنامه خواهید دید. اما همونطور که خدمت شما عزیزان گفتم مهمان بسیار عزیزی داریم امروز از طریق اسکایپ. کارشناس عزیز ما با ما هستن، کشیش دکتر فریدون مخوف عزیز. بسیار خوشحال هستیم بعد از فریدون که دعوت ما رو پذیرفتید در برنامه علامت سوال
حضور دارید و خیلی خوش آمد بهتون میگم بعد دفعتون. سلام عرض می کنم. من هم به نوبه خودم و به همه شما دوستان عزیزی که الان ما رو میبینید و همینطور به سالیان که در استودیو هستن و همینطور بچه‌ای که الان پشت دوربین و پشت تمامی دستگاه نشستن. چقدر خوبه که با این تکنولوژی میتونیم با هم دیگه در تماس باشیم و واقعا ممنونم که این فرصت افتخار رو به من دادید که باز در برنامه شما باشم. سالیان خدا شما رو برکت بده و همه دوستان عزیزی که ما رو دارن میبینن. ممنون از شما، خیلی ممنون از شما برادر فریدون عزیز. من مطمئن هستم خیلی از دوستان مشتاق بودن و هستن که شما رو در برنامه داشته باشیم و دوستان وقتی به هر حال از قبل معرفی میشه مهمانان برنامه خیلی همیشه ذوق زده میشن، خیلی تشکر میکنم و مطمئنن که امروز هم بسیار برکت خواهیم گرفت از صحبت‌های شما. برادر فریدون عزیز، موضوعی انتخاب شده امروز که قرار هست در رابطه با این موضوع صحبت بشه در ارتباط با کتاب‌هایی که توسط کلیسا حذف شدن و بحثی که خب همیشه بوده که یک سری از کتاب‌های کتاب مقدس توسط کلیسای کاتولیک حذف شدن و به هر حال افرادی در این مورد نظریه‌هایی داشتن و میتونه به هر حال یک سری بحث‌هایی رو به دنبال داشته باشه و شاید سوال اینجا، اولین سوالی که در واقع میشه در موردش بحث کرد این باشه که آیا چنین چیزی حقیقت داره؟ آیا واقعا کتاب‌هایی بودن از کتاب مقدس حذف شدن؟ اگر چنین بوده چرا؟ دلیلش چی هست؟ و یا اینکه نه اصلا چنین اتفاقی نیفتاده؟ دوست داریم از شما بشنویم. سال جان، مردم تحت تاثیر بعضی از صحبت‌ها جوری عنوان میکنن انگاری که یک اصطلاح کار سری زیر پشت پرده یه اتفاقاتی میافتاده، مخصوصا اونایی که به این تئوری هایی که همیشه فکر میکنن پشت پرده یه چیزی از علاقه دارن و فیلم هایی مثل داوینچی کد و افرادی مثل دان براون هم بقیه جوری عنوان میکنن که انگاری که یه توطئه یا دسیسه‌ای در کار بوده که یک سری کتاب ها برداشته بشه. ببینید همه این کتاب ها الان هیچ کدوم برداشته نشده، در دسترس. بنابراین تمام این چیزایی که دارم میگن به غیر از مخدوش کردن حقیقت چیز دیگه ای نیست. وقتی که مسیحیت در قرن اول داشت ریشه میگرفت، خب کتاب مقدس نبود، فقط عهد عتیق عبری بود. منتها لیست کامل، لیست تکمیلی از کتاب‌های عهد عتیق که قابل قبول همه یهودیان، قابل قبول کل جامعه یهود باشه وجود نداشت. کتاب مقدس یهودیان رو بهش میگن تاناخ، تورا، نوئیم و کتویم که در واقع میشه تورات، نوشته های انبیا و همینطور نوشته ها که شامل کتاب های تاریخیه. در اون موقع علاوه بر کتاب مقدسی که الان در دست ما هست، عهد عتیق در واقع در دست ما هست، 14 تا کتاب دیگر هم وجود داشتند که این کتاب ها در زمان 400 سال سکوت نوشته شدند. 400 سال سکوت چه زمانیه؟ بعد از انتهای کتاب ملاکی که آخرین کتاب عهد عتیق است تا شروع کتاب‌های عهد جدید ما از خداوند هیچ پیامی نداریم، هیچ پیغمبری نداریم. انگاری که خدا سکوت کرده. برای همینم در بسیار تاریخ کلیسا به عنوان 400 سال سکوت معروفه. در طول این 400 سال سکوت یک سری کتاب‌ها نوشته شد که اینها از نظر تاریخی اطلاعات جالبی توش بود، ولی از نظر الهیاتی متاسفانه مشکلاتی در اونها وجود داشت و مخصوصا هم که همه این کتاب ها به زبان یونانی نوشته شده. بنابراین جامعه یهود با اینکه این کتاب ها تاریخی بودند، جامعه یهود این 14 کتاب رو به عنوان کتاب های الهام شده از جانب خدا به هیچ عنوان نپذیرفت و در نتیجه این کتاب ها بیرون باقی موندن.
بودند و به عنوان کتاب‌هایی که آپوکریفا هستند معروف شدند که البته این 14 تا کتاب برخی هاشون کتاب‌های مجزا یعنی جداگانه بودن، برای خودشون کتاب بودن. برخی از اونها اضافه هایی بودن بر کتاب‌هایی که همون موقع هم در کتاب مقدس یهودیان در عهد عتیق وجود داشت. ولی جامعه یهود همونطور که گفتم هیچ وقت این کتاب‌ها رو الهام شده ندونست و برای همین هم جزو کتاب‌های الهامی در عهد عتیق قرار نگرفت و آپوکریفا بهش اسم دادن که آپوکریفا یعنی چیزهایی که پوشیده است، ولی بعدها دیگه معنی چیزهای پوشیده رو نداد، بلکه کتاب‌هایی رو که الهامی نیستند و به اصطلاح بهش گفتند به اصطلاح دیوترو اصطلاح آپوکریفا دیوترو کانونیکال که در واقع میشه همون لیست دوم کتاب‌هایی که وجود داره ولی جز لیست اول نبود و در عهد عتیق عبری هم قرار نگرفت. خب وقتی که عهد عتیق عبری توسط 70 نفر از محققان و مترجمین یهودی در اسکندریه مصر به زبان یونانی ترجمه شد که این ترجمه به الان به عنوان سپتواجنت که به یونانی میشه ترجمه 70 نفر معروفه، این عهد عتیق به یونانی ترجمه شد برای استفاده یهودیانی که عبری نمیدونستند. ولی همه میدونستند که اینها جزء کتاب‌های الهامی نیستند. این 14 تا کتاب رو همراه با او به یونانی ترجمه کردند، ولی همه میدونستند که این کتاب‌ها جدا هستند از کتاب‌های الهام شده ولی به زبان یونانی ترجمه شده بود. مسیحیان اولیه هم که هم اغلبشون غیر یهودی بودن و زبان عبری رو نمیدونستن، از همین ترجمه 70 تن یعنی سپتواجنت استفاده میکردن که در مجموع 46 کتاب عهد عتیق در دستشون بود. یه اتفاق دیگه ای در قرن اول اتفاق افتاد و اونم این بود که یک تفکر مذهبی فلسفی شروع کرد اوج گرفتن که به تفکر ناستیکی معروف بود که با رشد مسیحیت تفکر ناستیکی سعی کرد که تفکرات خودش رو با داکترین مسیحیت تلفیق کنه که در نهایت به داکترین ناستیکی مسیحیت و یا داکترین اناجیل ناستیکی معروف شد. منتها ناستیک ها عقایدشون بسیار خطرناک و درست مخالف تمام آن چیزی بود که الهیات عهد عتیق و عهد جدید میگفت. ناستیک ها به دوگانگی، دوگرایی یا دوالیسم معتقد بودند و معتقد بودند که روح والاست و جسم هسته و برای اونها نجات در این مفهوم بود که انسان از این جسم پست آزاد بشه و به روح که والاست برسه. ولی معتقد بودند که این نجات در اختیار همه نیست، بلکه برای نائل شدن به اون نیاز به دانش به خصوص هست. گنوسیس در واقع در زبان یونانی یعنی دانش، نیاز به دانش به خصوصی هستش که در اختیار همه قرار نداره. اونها بین خدا که بالا بود و دنیا که پست بود لایه‌های مختلف از فرشتگان رو قائل بودن که به نوعی خدایان پست‌تر به حساب می اومدن. برای اونها غیر قابل قبول بود که خدای بالا بخواد خودش رو تا به اون حد پست بکنه که انسان بشه. ناستیک‌ها فقط عیسی رو خدای حقیقی به حساب می آوردن. برای اونها خدای عهد عتیق خدای بی‌رحم و سفاک بود و یهودیان هم همه در گناه بودند و منحرف. برای همین هم ارتباطی بین عیسی عهد جدید و تجربه تاریخی یهودیان در عهد عتیق اصلاً وجود نداشت. حالا این ناستیک‌ها عناصر باورهای خودشون رو با عناصر ایمان مسیحی قاطی کرده بودند و داکترین مسیحیت ناستیکی خودشون رو به وجود آورده بودند و این داکترین رو در کتاب‌هایی که اسم نزدیکان عیسی رو بر خودش داشت منعکس کرده بودند.
که از اون جمله کتاب هایی که الان وجود داره، فکر نکنید سری از اینترنت تایپ کنید دمش در میاد: انجیل مریم مجدلیه، انجیل فیلیپوس، انجیل تومای دوقلو، کتاب خنوخ که اتفاقا من امروز دانلود کردم، کتاب رازهای خنوخ به فارسی که چقدر قشنگ ترجمه شده، کتاب سری یعقوب، مکاشفه پولس، مکاشفه پتروس، نامه پتروس به فیلیپوس، انجیل حقیقت و انجیل به حبشیان، از جمله این ادبیاتی که اینها نوشتن و در واقع در اونها عقاید ناستیکی مسیحیت رو شروع کردن منعکس کردن که در همون قرن دوم از طرف پدران کلیسا مثل جاستین شهید، ایناکتیوس و بقیه همه مورد حمله قرار گرفت و رد شد. حالا ما با دو سری کتاب روبرو هستیم. یه سری از کتاب ها آپوکریفاس در عهد عتیق 14 کتاب و یک سری کتاب ها که داکترین ناستیکی مسیحیت در عهد جدید. در شورای نیقیه که به فرمان کنستانتین در سال 325 در شهر ایزنیک فعلی ترکیه در واقع این تشکیل شد که شورای مهمی هم به حساب اومد، برای اینکه بعد از دوران 300 سال شکنجه و جفا اولین شورا بود که در عشق به قول معروف مسیحیت به شکل درست خودش جمع شده بود بعد از شورای اورشلیم که ما در اعمال فصل 15 باهاش روبرو هستیم. و در این شورا مبحثی که مورد بحث قرار داشت خداوندی عیسی و چگونگی آن بود و خب مسلمه که این عقاید ناستیکی سعی کرده بود یک جوری مسائل رو خیلی قراقاتی انجام بده و اغتشاش فکری ایجاد کنه. در این شورا فردی به اسم آریوس در مورد عیسی طرفدار نوعی تفکر ناستیکی بود که این تفکر به نوعی الان در دنیای امروز بنیاد تفکر شاهدان یهوه رو داره تشکیل میده. در این شورا نظریه آریوس به اتفاق آرا رد شد و شورا تصمیم گرفت که برای حفاظت تئولوژی راستین مسیحیت کتاب‌های الهامی عهد جدید رو که تا اون موقع در کلیساها دست به دست میگشت اونها رو تایید کنه و اونها رو از کتاب‌های ناستیکی جدا نگه داره. پس این نیستش که کلیسا اونها رو به قول معروف از بین برد، نه، کلیسا تصمیم گرفت که این کتاب‌هایی رو که تئولوژی راستین مسیحیت رو منعکس میکنه اونها رو مشخص بکنه و اجازه نده که عقاید ناستیکی مسیحیت وارد تئولوژی درست مسیحیت بشه. و این لیستی که اینها قرار دادن به عنوان لیست کتاب‌های الهامی عهد عتیق همون 27 کتاب فعلی هستش که در عهد جدید داریم که لیست کتاب‌های الهامیه. حالا بریم سراغ آپوکریفا. در رابطه با کتاب‌های عهد عتیق کلیسای کاتولیک در شورای کارتاژ در سال 397 اومد. ببخشید میره صحبتاتون. من فکر کنم که اگه اجازه بدین این قسمت رو بعد از تنفس کوتاه داشته باشیم تا به طور کامل بتونیم از صحبت‌های شما استفاده ببریم. خیلی ممنونم، مرسی. یه تنفس کوتاه داشته باشیم عزیزان، برمیگردیم در ادامه صحبت‌ها. سلام کشیش امید، به برنامه علامت سوال خیلی خوش اومدید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان. سلام سالی جان، چقدر خوشحالم دوباره میبینمتون. خیلی خوشحالم باز با شما یه برنامه دیگه اجرا می‌کنم. خدمت شما و همکاران شما و همینطور بینندگان عزیز ممنونم که من هم به نوبه خودم خدمت شما و بینندگان سلام عرض می‌کنم.
دوستان عزیز، در خدمت شما هستیم در ادامه برنامه علامت سوال همراه با مهمان عزیز برنامه کشیش دکتر فریدون مخوف در ارتباط با کتاب‌های حذف شده توسط کلیسا داریم صحبت می‌کنیم و ببخشید بعد فریدون میون صحبتاتون من مجبور شدم که بحث رو قطع کنم، اما دیدم که بهترین جا هست چون قرار هست که به قسمت بعد صحبت ها برسیم و چه بهتر که از اولش به خوبی بتونیم گوش کنیم به صحبتاتون. در ادامه صحبت ها در خدمتون هستیم و میشنویم بعد فریدون. داشتم در رابطه با کتاب‌های عهد عتیق آپوکریفا صحبت می‌کردم که کلیسای کاتولیک این کتاب‌ها رو ترجمه شده بود به زبان یونانی سپتوآژنت و در سپتوآژنت وجود داشت و کلیسای کاتولیک در شورای کارتاژ در سال 397 البته این شورا همه مسیحیان درش جمع نبودند ولی بعدش در شورای فلورانس در سال فکر کنم 1431 تا 35 اینها هستش و بعدش در یک شورای خیلی مهمتر که به شورای ترنت معروفه که در سال 1546 تشکیل شد کتاب‌های سپتوآژنت رو یعنی ترجمه یونانی عهد عتیق رو همراه با آپوکریفا به عنوان کتاب‌های عهد عتیق پذیرفته بودند. در واقع شورای ترنت گفتم خیلی مهمه در رابطه با اعتراض مارتین لوتر تشکیل شده بود که به اون اعتراض و ایرادهایی که مارتین لوتر گرفته بود جواب بدن. مارتین لوتر میخواست از کتاب‌های عهد عتیق مقداری از اونها رو به عنوان اینکه الهامی نیستند برداره برای اینکه خود جامعه یهود هم الهامی بودن و اونها رو قبول نداشت. بنابراین دلیل نداشت که کلیسای کاتولیک اونها رو به عنوان کتاب‌های الهامی در لیست کتاب‌های کنون خودش قرار بده. ولی در این شورا هم نظریه مارتین لوتر رد شد و این شورا کماکان این کتاب‌ها رو در لیست کتاب‌های کتاب مقدس خودش نگه داشت. حالا چرا لوتر میخواست کتاب‌های آپوکریفا رو از لیست برداره و اونها رو الهامی نمیدونست؟ این بود علتش که در این کتاب‌ها عناصری به چشم میخورد که با الهیات راستین کتاب مقدس، حالا در اینجا ما عهد جدید و عهد عتیق رو با هم داریم، با الهیات راستین کتاب مقدس جور نبود. مثلا در کتاب مکابیان ما با دعا و شفاعت برای مردگان روبرو هستیم. همینطور در همین کتاب مکابیان ما با الهیات برزخ روبرو هستیم که در الهیات کتاب مقدس مبتنی بر کل کتاب مقدس ما چیزی به عنوان برزخ نمیبینیم. یا در یک کتاب دیگه که توبیت باشه در اونجا میبینیم که این ایده وجود داره که تو با مال و دارایی میتونی نجات رو بخری و در برخی از این کتاب ها اصلا ما با سحر و جادو روبرو هستیم. زمانی که اتفاقا در قرن پنجم کلیسای کاتولیک جروم رو مأموریت داد که کتاب مقدس رو، همین کتاب مقدس یونانی سپتوآژنت رو به زبان لاتین ترجمه بکنه که اون هم به وولگیت معروف هستش، جروم به اصرار آگوستین آپوکریفا رو هم ترجمه کرد. ولی خود جروم معتقد بود که این کتاب آپوکریفا جزء لیست کتاب‌های الهامی نباید باشه، برای همینم اونها رو جداگونه در لیست جداگونه دسته‌بندی کرد که از اونجا به لیست دوم معروف شد. پس خلاصه کنم، لوتر از کتاب مقدس کاتولیکا 14 کتاب آپوکریفا رو حذفش کرد. 11 تا کتاب از این 14 کتاب هنوز هم توسط کلیسای کاتولیک جزء کتاب‌های الهامی قرار داره و فقط 3 تا از اونها رو آپوکریفا به حساب میاره. این کتاب‌ها از لحاظ تاریخی مهم هستند. مثلا در کتاب مکابیان ما انقلاب یهودیان رو بر علیه
آنتیوخوس چهارم که به اپیفانس معروف هستش در اونجا میبینیم، و یا عید وقت یا تقدیم رو که در انجیل ازش صحبت میشه، اصلا بنیادش در این زمان گذاشته شده. این در رابطه با کاتولیکا. در رابطه با کلیساهای شرق که بعدها ارتدوکس میشن، اینها در مورد لیست کتاب‌های الهامی خودشون تا سال یه چیزی نزدیک 692-93 هنوز تصمیم نگرفته بودن، ولی در این سال 692 یه شورا تشکیل شد که به شورای ترولو معروفه و در اونجا کتاب‌های الهامی خودشون رو مشخص کردن. و جالب اینه که بر اون چه که کتاب‌های کاتولیک در واقع لیست کتاب‌های کاتولیک بود، 2 تا هم اضافه کردن، ولی لیست کتاب‌های کنون اینها مال لیستی که در سوریانی و ارمنی و گرجی و قبطی مصری و حتی کلیساهای حبشیان هستش، تقریبا با هم یکی. پس عهد جدید 27 کتابه، عهد عتیق. یه سوال داشتم میون صحبتاتون، فقط این که شاید البته اشاره کردین من درست متوجه نشم، اینکه این الهامی بودن کتاب رو چطور میشد تشخیص داد که خب حالا این کتاب واقعا الهامی هست؟ بزرگترین چیزی که الهامی بودن رو تشکیل میداد در عهد جدید این بود که اینها منسوب به رسولان و یا یکی از نزدیکان این رسولان باشند. دومین چیزی که الهامی بودن این رو تشکیل میداد این بود که این به اصطلاح نامه‌ها یا نوشته‌ها در دست کلیساهای اون موقع دست به دست میگشته و کلیسای اون موقع اینها رو به عنوان الهامی بودن و معتبر بودنشون همه قبول داشتن. اینها اون چیزی بود که اینها رو کمک میکرد که الهامی بودن اونها رو تثبیت کنن. خیلی ممنون. پس عهد جدید 27 کتاب داره. عهد عتیق کاتولیکا و ارتدوکسا کتاب‌های آپوکریفا رو هم داره، ولی پروتستان ها این کتاب ها رو در کتاب های جداگونه به شکل جداگونه اینا رو چاپ میکنند و در کتاب مقدس قرار نداره. و همه این کتاب ها، چه کتاب های ناستیکی و چه کتاب های آپوکریفا، همه در بازار و در اینترنت وجود داره. اتفاقا بذارید تو این کتاب های آپوکریفا رو براتون اسم ببرم که اگر کسانی هستن که علاقمند هستن اینا رو از اینترنت دانلود بکنن، برن اینا رو دانلود بکنن. و جالب اینه که برخی از این کتاب ها توسط در سایت ایران کاتولیک در اونجا اتفاقا وجود داره که میتونن اونجا هم مراجعه کنن. این کتاب ها شامل کتاب اول عزراست و کتاب دوم عزرا. این کتاب اول عزرا و دوم عزرا در واقع اضافاتی است بر کتاب عزرا که ما در کتاب مقدس یهودیان یا در تاناخ داریم که الان در کتاب مقدس مسیحیان هم هست. توبیت کتاب مجزاییه. خب کتاب اول عزرا و کتاب دوم عزرا یکیش 9 فصله، اون یکی 16 تا فصل داره. توبیت یک کتاب استندالون مجزاست برای خودش با 14 فصل. جودیت کتاب مجزاست با 16 فصل. ما یک اضافاتی بر کتاب استر داریم که کتاب استر جزء تاناخ یهودیان هست و همینطور عهد عتیق مسیحیان که 6 فصل هستش که به کتاب استر اضافه شده. بعد ما کتاب حکمت سلیمان رو داریم با 19 فصل. جامعه رو داریم با 51 فصل که جامعه هم در کتاب مقدس یهودیان در عهد عتیق و همینطور در تاناخ هست. بعد کتاب باروخ رو داریم با 5 فصل. نامه ارمیا که یک به اصطلاح نامه یه فصلی کوتاه. دعای عزریای پیغمبر رو داریم. سوزانا رو داریم. بل و اژدها رو داریم. دعای منسی رو داریم و اول و دوم مکابیان رو داریم. این کتاب های آپوکریفا هستند که نه یهودیان الهامی بودن اون رو تایید کردند و نه پروتستان ها، ولی کماکان کلیسای کاتولیک لااقل 11 تا از اینها رو به عنوان الهامی
موجودن در کتاب مقدس خودش داره و 3 تا اونها هم داره، ولی اونها رو به عنوان کتاب آپوکریفا غیر الهامی اونها رو میدونه. کتاب‌های ارتدوکس، کتاب مقدس یهودیان، کتاب مقدس ارتدوکسا همه این کتاب‌ها رو داره به اضافه 2 کتاب دیگر و همه اینها در بازار موجوده، همه اینها در اینترنت موجوده و همه میتونن بهش دسترسی داشته باشن، چه کتاب‌های آپوکریفا و چه کتاب‌های ناستیکی مسیحیت یا مسیحیت ناستیکی، همه در اینترنت موجوده. بنابراین این که میگن که آی کلیسا یه سری کتاب‌ها رو حذف کرده، آی فلان کرده، آی بهمان کرده، اینها جز تبلیغات غلط و هوچیگری چیز دیگه این نیست. حقیقت این هستش که کلیسا لازم داره که الهیات راستین رو از الهیات چاخان جدا نگه داره. حالا اگر کسی دوست نداره به قول معروف که این کتاب ها حذف بشه، او خیلی راحت میتونه بره کاتولیک بشه، برای اینکه تو کتاب مقدس کاتولیکا اینها هست. اگر کسی الهیات مسیحیت رو دوست نداره میتونه الهیات مسیحیت ناستیکی رو بره که اتفاقا الان عناوین مختلف داره. برخی از عرفان‌هایی که در ایران این همه سر صدا داره به پا میکنه، اونها عقاید مسیحیت ناستیکیه، منتها رنگ و بوی الهیات اسلامی پیش دادن. اینه که اینها هم هست، همیشه داره به وجود میاد، تولید میشه، عناصر رو با هم قاطی میکنن. برای همین هم هستش که چیز سری مثلا در این دنیای فعلی وجود نداره و اینکه هالیوود یا دیگران سعی میکنن جوری وانمود کنن که انگاری که کلیسا کاتولیک چیزی رو از بین برده، نه، اتفاقا کلیسا کاتولیک چیزی رو از بین نبرده، اضافه کرده. اگر بخوایم بگیم چیزی به قول معروف حذف شده، در واقع پروتستان ها هستن که آپوکریفا رو جز کتاب ها قرار ندادن و کتاب های ناستیکی رو هم به قول معروف کتاب مقدس رو حفظ کردن که با عقاید و کتاب های ناستیکی قرباتی نشه. این داستان درسته. خیلی ممنون از توضیحاتی که دادید. بعد فریدون شاید اینجا 2 سوال پیش بیاد. یکی این که آیا تمامی این کتاب ها ترجمه فارسی شده، اگر شما این اطلاع رو داشته باشین، و دوم این که آیا به نظر شما مفید هست که حالا در کنار کتاب مقدس این کتاب ها هم مطالعه بشه؟ شما اگر اینو در ذهنتون داشته باشید که این کتاب ها الهامی نیستن، برای خودتون هم متوجه میشید که آخه وقتی که با سحر و جادو روبرو هستید در بل و اژدها در سوزان، خودتون متوجهید که این کتاب ها نمیتونه در چهار الهیات کتاب مقدس قرار بگیره. کتاب هایی مثل مکابیان در تاریخ 100 ساله کتاب های خوبی اطلاعات میده. حکمت سلیمان، خب یه سری واژه های حکمتی و ضرب المثل ها هست در ادامهش، لزوما بد نیستند، ولی اینکه الهامی هستن یا نه، چون خود یهودیان اینها رو هیچ وقت نپذیرفتن. و علت اینکه نپذیرفتن هم اینها به زبان یونانی نوشته شده، یعنی تاریخ نگارششون برمیگرده به زمانی که از جانب خدا هیچ گونه پیغمبری ظهور نکرده بود، یعنی با این اسامی که اینا اسناد میکنن نمیخورده و چیز به خصوصی هم در اونها وجود نداره که یهو احساس کنید که های اگر ما اینو حذف نکرده بودن ما الان تئولوژی مسیحیتمون یه چیز دیگه بود. چرا؟ اگر ناستیکی رو، عقاید ناستیکی رو اجازه میدادن که وارد ایمان مسیحی بشه، اون موقع خیلی چیزها در واقع مورد حمله قرار میگرفت. اولا اینکه اگر قرار باشه که عیسی در جسم ظاهر نشه، بنابراین نجات واقعا ایمانیه. اینکه ماده پست خدا والاست و نجات باید از این جسم خودمون رو آزاد کنیم و برسیم به اون مقام بالا، این در عرفان حلقه داره خودش رو منعکس میکنه. ولی واقعیت این هستش که با الهیات کتاب مقدس که خدا همیشه با خلقت خودش در ارتباطه، چه در عهد عتیق چه در عهد جدید، میبینیم که با این جور در نمیاد. یعنی این سلسله تفکر راستین
جهانبینی مسیحی رو این مختل میکنه. برای همین هم هستش که در هیچ جایی این تفکر نمی گنجه که تو بگی که آی چی میشه. افرادی که میخوام بخونن که من حقیقتا توصیه میکنم که بخونن، برای اینکه بالاخره ادبیات و خوبه که خونده بشه، ولی این که باورش بکنیم که این جزء کلام خداست و این اون حقیقت مطلقی هست که خدا داره به بشر آشکار میکنه، نه، اینو مواظب باشن که به این شکل نیستش. خیلی ممنون، مرسی کشیش فریدون عزیز از توضیحاتی که دادین. مطمئن هستم که دوستانی که همچنان سوالی دارن در این مورد و میخوان توضیحات بیشتری رو داشته باشن برای ما سوالاتشون رو میفرستن، کما اینکه دارن میفرستن. پس بعد از یک استراحت کوتاه برمیگردیم عزیزان، همراه با سوالات و نظرات شما با ما باشید. سلام کشیش، امید به برنامه علامت سوال خیلی خوش اومدید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان. سلام سالی جان، چند خوشحالم دوباره میبینمتون. خیلی خوشحالم باز با شما یه برنامه دیگه اجرا میکنم. خدمت شما و همکاران شما و همینطور بینندگان عزیز ممنونم که من هم به نوبه خودم خدمت شما و بینندگان سلام عرض میکنم. خوش آمده دوباره میگم به تک تک شما عزیزانی که با برنامه علامت سوال همراه هستید. شاید بعضی از شما عزیزان تازه به برنامه ما پیوستید. همراه با شما هستیم با پخش زنده از شبکه 107 پارس برنامه علامت سوال. در نیم ساعت اول برنامه در ارتباط با موضوعی صحبت شد، در ارتباط با کتاب‌های حذف شده توسط کلیسا، همراه با مهمان عزیز برنامه کشیش دکتر فریدون مخوب. اما همونطور که به شما عزیزان وعده داده بودیم وقت سوالات شما عزیزان هست. همچنین اگر نظری دارید در این مورد و یا هر نوع سوال دیگه‌ای خوشحال میشیم از شما بشنویم. از همکنون تلفن برنامه هم بازه، پس میتونید مستقیما با ما در تماس باشید و سوالاتتون رو به صورت تلفنی هم با ما مطرح کنید که البته همونطور که بر روی گیرنده‌تون می‌بینید شماره واتساپ هست که به طور خاص برای تلفن هست و همچنین یک شماره دیگه که به صورت مستقیم برای دوستان عزیزی که ساکن اروپا هستن که مستقیما میشه تماس تلفنی داشت. فراموش نکنید درخواست‌های دعاتون رو بفرستید در آخر برنامه. برای یکایک عزیزانی که درخواست‌های دعاشون رو فرستادن در دعا خواهیم بود. خب بریم سراغ سوالات. بعد از فریدون عزیز یکی از دوستان ما با نام کاربری گادلاو سوالی پرسیدن که البته من فکر میکنم شما مابین صحبت هاتون به این سوال اشاره کردید، اما من به هر حال این سوال رو میخونم و اگر لازم به توضیحات بیشتری هست خوشحال میشیم که از شما بشنویم. ایشون سوالشون رو اینطور مطرح کردن که در میان این سگانه مسیحی یعنی کاتولیک، ارتدوکس و پروتستان هر یک چه کتاب‌هایی رو نادرست دونستن و خواهش کردن که در این مورد اگه میشه خیلی واضحاً صحبت هاتون رو بگید. ممنون. فکر میکنم که از نیم ساعت قبل نمیتونستم صحبت کنم، پس فکر کنم که برخی از مطالب رو تکرار کنم.
این دوست عزیز مستقیما میخواد بدونه که چه کتاب‌هایی حذف شده. کتاب‌های آپوکریفا، 14 کتاب آپوکریفای عهد عتیق که خود یهودیان هم اونها رو به عنوان کتاب‌های الهامی نمی‌دونستند، بلکه بیشتر کتاب‌های تاریخی. پروتستان‌ها اونها رو قبول نکردند در کتاب مقدس باشه، ولی کاتولیکا و ارتدوکسا اون کتاب ها رو به عنوان الهامی در کتاب مقدس خودشون جا دادن. بعدها کاتولیکا 14 تا کتاب رو 3 تاشون به قول معروف گفتن درست نیست، ولی 11 تا کتاب دیگرش رو که مکان نگه داشتن. ولی این حذف کردن ها به این معنی نبود که این کتاب ها در دسترس مردم نباشه، فقط در داخل کتاب مقدس قرار ندادن و اعلان کردن که اینها به این شکل هستند. پس ما در کتاب مقدس پروتستان ها 66 کتاب داریم که همشون الهامی هستند. 14 کتاب آپوکریفا الهامی نیستند ولی موجودن، به شکل جداگونه چاپ میشن. در کتاب مقدس کاتولیکا ما کتاب های آپوکریفا رو هم جزء عهد عتیق داریم. البته بعد از 1700 اونها هم سعی کردن که کتاب های آپوکریفا رو جداگونه چاپ بکنن. در کتاب مقدس ارتدوکس ها کتاب های آپوکریفا قرار داره. خیلی ممنون، مرسی از توضیحاتی که دادیم. امیدوار هستیم که دوست عزیزمون هم جواب سوالشون رو گرفته باشن. آقای میلاد سوالی پرسیدن، گفتن که امروزه شبانانی که بعضاً برجسته نیز هستن میگن که خود و تعلیماتشون رو متعلق به هیچ فرقه‌ای نمیدونن بلکه فرافرقه‌ای هستن. به نظر شما به عنوان یک معلم و شبان کلیسا که دارای تجربه و سواد عالی الهیاتی آکادمیک هستید، همچین مسئله‌ای رو میشه پذیرفت یا اینکه فرافرقه‌ای بودن خودش یک فرقه جدید نیست؟ نظر جالبیه، خوشم اومد. خود فرافرقه‌ای، من فرافرقه‌ای هستم، خودش یه فرقه است. ببینید، من نمیدونم دوستان عزیز من منظورشون از این فرافرقه‌ای چی هست، ولی اگر منظورشون این هستش که روی داکترین هایی در مورد میکنن که همه فرقه در اونها مشترک هستند، خب این چیز خوبیه. ولی بالاتر از این فرافرقه‌ای هستم شاید به این دلیله که نمیخوان که انگ یا مارک یه فرقه‌ای به خصوص به اونها زده بشه، که اغلب اینجور افراد، اینجور خادمین خودشون رو اونجلیکال قلمداد میکنن. یعنی میگن که ما مسیحیان اونجلیکال هستیم و به این شکل میرن جلو. در آمریکا یک سری کلیساها هستش که تشکیل شد که فرقه بازی و ما دور نگه میداره خودمون رو به عنوان فری چرچ معروف شدن و اونقدر تعدادشون زیاد شده که الان خود فری چرچ ها هم یک فرقه شدن. اینه که واقعا من نمیدونم این سوال رو باید از اون افراد بپرسید. مثلا من در مورد خودم معتقد هستم که یک مسیحی اونجلیکال هستم، به همه کتاب مقدس به عنوان کلام الهامی خدا ایمان دارم و در عین حال متحد هستم به مأموریت بزرگ در رابطه با بشارت انجیل برای همه مردم. خودم از کلیسای کاریزماتیک جماعت ربانی اومدم، ولی در عین حال که به عطایای روح القدس معتقد هستم و خدا به من هم در این زمینه عطا کرده، ولی در عین حال چون عطایا رو خدا عطا میکنه، هر کسی که عطا داره یا نداره مطرح نیست. بیشتر مسیحیت در ثمره روح هستش که خودش رو نشون میده و بر این باورم هستم که باورهای مختلف وجود داره که لزوما غلط نیستند و باید به همه اونها احترام گذاشت. همه اینها رو داریم، ولی اینکه من فرافرقه‌ای هستم، چون نمیدونم فرافرقه‌ای چی هست، نمیتونم نظر بدم.
چون برای اینکه بدونیم فرافرقه چی هست من لازم است اول بدونم فرقه منظورمون چیه و دوم اینکه فرافرقه‌ای بودن یعنی چی و الهیاتی که یه فرد فرافرقه‌ای داره به چه منظوره. چون من اینا رو نمیدونم واقعا. فکر میکنم این دوست عزیز من وقتی یکی از این معلمین برجسته دارن یه همچین چیزی رو میکنن شاید از خودشون سوال کنن که بیشتر توضیح بدید منظورتون چی هست که فرافرقه‌ای هستی و شاید بتونن بیشتر موضوع رو باز کنن. من نمیدونم. همونطور که شما گفتید خب خیلی مهم هست که بدونیم دقیقاً منظورشون از اون فرافرقه‌ای بودن چی هست و اصلا فرقه رو چی معنا میکنن. چون به هر حال هر شخصی در یک کلیسا حالا یا رشد میکنه یا یک سری به هر حال آموزه هایی رو که میبینه 100% که خب اصلیت مسیحیت یکی هست، ولی به هر حال بر اساس اون آموزه هایی که داده میشه نوع تعمید، نوع به هر حال آداب و رسوم و عباداتی که حتی ممکنه اتفاق بیفته مشخص کننده این هست که اون شخص بیشتر به کدوم فرقه گرایش داره، در واقع شاید شاخه مسیحیت گرایش داره. و اگر کاملا حالا من نمیدونم، خیلی خودم به این قضیه نمیتونم آشنا باشم 100% با صحبت شما موافقم که 100% باید احترام گذاشت به عقاید و باورهای بقیه، به آداب و رسومهای دیگه و هیچ وقت نباید جبهه گیری کرد. ولی خب خوب هست که خود آدم هم مشخص کنه که به هر حال چه چیزی رو دنبال میکنه برای اینکه برای خودش هم یه خط مشی باشه و هم برای اطرافیان مشخص کننده باشه. خیلی ممنون، مرسی کشیش فریدون عزیز از توضیحاتی که دادین. اگه اجازه بدین بریم با هم دیگه یک موزیک ویدیو ببینیم، بشنویم، برمیگردیم در ادامه سوالات و نظرات با شما خواهیم بود. آزادی و فیضی عجیب تا رهاندی جانم از مرگ و عدم، خود کشیدی بار هر عصیان من، رشته جاری از صلیب جلجتا، چشمه های رحمت بی منتها، خون قدوست که از بحرم چکید، رنگ سرخ هر گناهم شد سپید. ای عیسی ای بره خدا، تا ابد می ستایم تو را، در خوشی و غم، در سختی و جفا، ای موجی می سرایم تو را. ای عیسی ای بره خدا، تا ابد می ستایم تو را، در خوشی و غم، در سختی و جفا، ای موجی می سرایم تو را.
تا حضور قدس تو، تا بیابم قوت و ایمان نو، ترس و شک‌ها را تو از قلبم بگیر، ای که از نامت گریزد آن شهید. ای عیسی ای بنده خدا، تا ابد می ستایم تو را، در خوشی و غنا، در سختی و جفا. ای منجی می سرایم تو را. ای عیسی ای بنده خدا، تا ابد می ستایم تو را، در خوشی و غنا، در سختی و جفا. ای منجی می سرایم تو را. ای عیسی بله خدا، تو شایسته حمد و پرستش و تا عمر دارم تو را خواهم سرایت. در هر وقت در هر شرایط توی خدای من. ای عیسی ای بنده خدا، تا ابد می ستایم تو را، در خوشی و غنا، در سختی و جفا. ای منجی می سرایم تو را. بسیار عالی دوستان عزیز، در خدمت شما هستیم همراه با برنامه علامت سوال در ادامه سوالات و صحبت‌های شما دوستان، و همچنین خوشحال میشیم اگر درخواست دعایی دارید حتما با ما مطرح کنید در آخر برنامه. برای دوستانی که درخواست‌های دعاشون رو فرستادن در دعا خواهیم بود. همونطور که خدمتتون گفتم از طریق تلفن هم میتونید با ما در تماس باشید و سوالاتتون رو مطرح کنید. همراه با کشیش فریدون عزیز هستیم. دوستان بسیار زیادی تشکر کردن بعد از فریدون از حضور شما و از موضوع برنامه. آقای رهاب، آقای احمد، جای عزیز، آقای حسن و آقای بهروز و بسیاری از دوستان دیگه که حالا در ادامه من حتما اسامی رو خواهم خوند. دوست عزیز ما پریسا گفتن که مذهبیون چه مسلمون چه مسیحی چه یهودی همیشه میخواستن با یک کتاب بر همه ابعاد جامعه حکومت کنن. در ارتباط با صحبتی که خانم پریسا گفتن توضیحی دارید برادر فریدون؟ صورت مسئله فکر کنم اشتباه، واقعا در مورد مسیحیت. مسیحیت هیچ وقت نخواسته که بر جامعه حکومت کنه. مسیحیت در واقع پیامش پیام نجات برای انسانها و این بشارت، این مژده رو برای انسانها داره که انسان میتونه با خدا در رابطه دو طرفه صمیمی همانند یک فرزند نزد پدر باهاش در رابطه باشه. مسیحیت هیچ وقت دنبال حکومت نبوده، هیچ وقت دنبال کنترل حتی زندگی انسان ها نیست. سابقه تاریخی بعد قرون وسطا خودش نشون دهنده این هستش که زمانی که ما از مسیحیت به دور میافتیم و آن تعلیم راستین رو فراموش میکنیم، به چه معضلاتی میتونیم کشیده بشیم. برای همین هم هستش که در مورد مسیحیت کتاب مقدس لااقل کتاب مقدس به هیچ عنوان سعی نداره بر کسی حکومت کنه. یک مژده بزرگی رو داره
و تمامی تلاشش اینه که به انسان حکمت بده در رابطه با نجاتی که از طریق ایمان به عیسی مسیح، اونطوری که در دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 14 میبینیم. پس صورت مسئله در اینجا غلط هستش که میخواد حکومت کنه و در این حال خب یهودی ها هم هیچ وقت یک چنین چیزی رو در فکرشون نداشتن که بخوام بر کسی حکومت بکنن. تمام تلاششون در طول قرون و اعصار یهودی ها این بود که اتفاقا یه جوری موجودیت خودشون رو حفظ کنن که اینها رو دو قرطه بالا نکشن. تاریخ یهودیت رو نگاه کنید، خواهید دید که دائم اینها تحت زور و ستم و چپاول و اسارت و تمامی این برنامه ها بودند و این اسرائیلی هم که الان تشکیل شده به میمنت جنگ جهانی دوم و انگلیسی ها بوده که اینها رو آوردن، همه رو در اونجا قرار دادن و ببینید که آیا یه لیوان آب خشک از گلوشون تا حالا پایین رفته یا نرفته. بنابراین در مورد یهودی ها من فکر میکنم که داره کم لطفی میشه در رابطه با اسلام که خود پریسا که فکر کنم که از همین جامعه است و خودش در این مورد صاحب نظر هست، من که نمیتونم حرفی بزنم. مرسی از توضیحاتی که دادین. امانوئیل عزیز هم پرسیدن در ارتباط با انجیل توما، آیا میتونین یه مقدار توضیح بفرمایید؟ انجیل توما جز اون اناجیلی از تومای دوقلو، جز اون نوشته های ناستیکی هست که عقاید ناستیکی درش منعکس هست و بهترین توصیه‌ای که میتونم به این دوست عزیزم بکنم اینه که این کتاب رو دانلود بکنه و بخونه و خودش متوجه خواهد شد که به چه شکلی در اون کتاب موقعی که داره میخونه به این دقت کنه که در مورد عیسی اونجا چه چیزی گفته میشه. درش در مورد انسانیت عیسی، انسان بودن عیسی در اونجا سعی میکنه که خیلی نظر سطحی بهش بندازه و جوری وانمود کنه که انگاری که واقعی نبوده، برای اینکه ناستیکیه، برای اینکه باور نداره که خدا میتونه انسان بشه. در این حال در اونجا به مسئله نظر بندازه که دائم جسم و ماده پست گفته میشه و روح بالا و در نتیجه یک نوع دوالیسم داره درش داره مطرح میشه و در این حال به اینم دقت کنه که هیچ کانکشنی در رابطه با عیسایی که در این کتاب داره مطرح میشه با عیسایی که به عنوان مسیح موعود در عهد عتیق است وجود نداره. خیلی ممنون، مرسی. دوست عزیز ما با نام کاربر جیزس کرایست جرمنی پرسیدن که نظر به اختلافات مهمی که بین بزرگان الهیات وجود داره، تکلیف مردم چی هست که متوجه بشن کدام یک درست میگن و چه کتبی واقعا کلام خدا هستن؟ کتبی که کلام خدا هستن در کتاب مقدس در اختیار همه است و این کتب در واقع در هر سه فرقه اصلی کاتولیک و ارتدوکس و پروتستان وجود داره و اون کتاب‌های اضافی که در رابطه با گفتم آپوکریفا هست و در اون یکی فرقه ها هستش در رابطه با نجات از طریق عیسی مسیح هیچ توفیق و فرقی ایجاد نمی‌کنه. بنابراین در واقع پیام کتاب مقدس در هر سه فرقه یکی هستش، ولی سیستم نیایش، پرستش، عبادت، تعمید، اینها یک سری آداب و آیین‌هایی هستش که در طول تاریخ در کلیسا جا افتاده، مخصوصا در کلیسای کاتولیک و ارتدوکس که باید به اونها احترام گذاشته بشه. از نظر من به سنت باید احترام گذاشته بشه. بیاد داشته باشید کلیسای پروتستان کلیسای جوانی است و با این ایده از طرف مارتین لوتر شروع شد که فقط ایمان برای نجات و فقط کتاب مقدس و دیگه چیزهای دیگر رو بهش اهمیتی نداد، که به نظر شخص من ما در کلیسای پروتستان باید به این میراث مسیحیتمون احترام بذاریم و برگردیم و نگاه کنیم با احترام و با درک و این نیستش که همه رو بذاریم کنار. بنابراین
کتاب مقدس بهترین منبع برای این فرد است که خودش بخونه، برای هر کسی. و کتاب مقدس به قول ما ترکا تاپ باجا نیست، ما نیستش که گیج بکنه. اتفاقا به زبان ساده نوشته شده و ترجمه سادهش هم وجود داره، ترجمه تفسیری مثلا، ترجمه مژده برای عصر جدید مثلا که در اختیار هم هست، تو اینترنت هم هست. و وقتی که خودتون میخونید خودتون متوجه میشید که حیا چی هستش و بر اساس اون میرید جلو. بله قبول دارم ما یک کتاب مقدس داریم و یک تفسیری که افراد از این کتاب مقدس میکنن. آنچه که با هم فرق میکنه و توفیر ایجاد میکنه تفسیرهایی هستش که معلمین از کتاب مقدس میکنن که خیلی از مواقع با هم دیگر جور در نمیاد و در این زمینه راستشو بخوای من نمیدونم چیکار باید بکنیم. بالاخره دنیای آزادیه و هر کسی حق حرف زدن داره و هر کسی لازم است بهش احترام گذاشته بشه، حتی اگر با نظرش مخالف هستیم. و تنها معیاری که برای سنجش تعالیم داریم کتاب مقدسه. بنابراین همین دوست عزیز من اگر کتاب مقدس رو بخونه، روح خدا او رو به جمیع حقایق هدایت خواهد کرد. یعنی وقتی که من دارم صحبت میکنم و وقتی که ایشون کتاب مقدس رو بلده، روح القدس از طریق اون کتاب مقدس بهش مشخص میکنه که این فریدونی که داره این حرفا رو میزنه تعلیم درست میده یا تعلیم غلط میده. پس در این دنیای بلبشو با این همه سر صداها از این طرف اون طرف، بهترین کار اینه که خود ما کتاب مقدس رو بخونیم و خیلی راحت قابل فهمه و روح خدا هم از طریق این کلام ما رو به جمعی راستی هدایت میکنه. این بهترین کمکی که میتونم به این دوست عزیز بکنم و کتاب مقدس هم در اینترنت همه جا هست. بله خیلی ممنون، مرسی. بعد از فریدون آقای احمد رضا سوالی پرسیدن، گفتن که آیا نفرین پدر و مادر برای بچه‌هاشون اثر داره یا خیر؟ سوال اتفاقا نفرین پدر و مادر بر بچه. نفرین، لعنت، یکی از اون حربه هایی هستش که شریر ازش خیلی استفاده میکنه و بله به تجربه دارم میگم، در کتاب مقدس چیزی در این زمینه نوشته نشد ولی من به تجربه دیدم که اثر داره. نفرین بر شکلش میخواد از جانب پدر مادر باشه، میخواد از جانب دیگران باشه، ولی روش داره، راه داره. اگر دوست عزیز ما مسیحی هست، در نام عیسی مسیح میتونه هر نفرین و هر لعنت رو که فکر میکنه که از جانب دیگران، فرق نمیکنه چه کسی بر زندگیش هست، میتونه در نام عیسی مسیح باطل کنه. این اقتدار رو فرد مسیحی به دلیل ساکن شدن روح خدا در او این اقتدار رو داره. آیا لعنت و نفرین بر فرد مسیحی کارگر هست؟ نه، کارگر نیست. در فردی که روح القدس درش ساکنه دیگه نفرین و جاد و جنبل و این حرفا کارگر نیست. از بیرون میتونه تحت حملات شریر قرار بگیره ولی از درون به هیچ عنوان. بنابراین اگر این دوست عزیز ما مسیحی نیست، میتونه مسیحی بشه، روح القدس درش ساکن بشه و میتونه خودش در نام عیسی مسیح هر گونه نفرین، طلسم، جادو رو باطل بکنه. در این مورد اگر کمک احتیاج داره میتونه با یکی از خادمین 2 نفری دعا کنند و این مسئله رو از میان بردارند و اگر مسیحی هستش نیازی نیست فکر خودش رو خراب کنه، برای اینکه روح القدسی که در او هست اجازه نمیده که این لعنت ها و نفرین ها بهش برسه. بله خیلی ممنون، مرسی کشیش فریدون عزیز. امیدوار هستیم که آقای احمد رضا هم اگر احتیاج داشته باشید
به کمک در این مورد میتونید با دوستان عزیز ما در سات7 پارس در تماس باشید و این عزیزان برای شما در دعا خواهند بود و یا اینکه شما رو مطمئنا میتونن هدایت کنن با کشیش و یا شبانی که بتونین صحبت کنین و با هم در دعا باشید. اگه اجازه بدین یک استراحت بسیار کوتاه داشته باشیم. بعد از فدون برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود و همچنین در خدمت شما دوستان عزیز ما باشید. سات7 پیشگام در نوآوری با افتخار از پلتفرم جدید خود با نام سات7 پلاس رونمایی می‌کند. پلتفرمی به روز و رایگان شامل تمامی کانال‌های سات7 به زبان‌های مختلف، امکان پخش مستقیم از طریق اینترنت و قابلیت تماشا و یا دانلود برنامه‌های منتخب همراه با بخش پادکست و آرشیو فایل‌های صوتی، ساخت و ذخیره‌سازی پروفایل‌های متعدد همراه با تنظیمات شخصی بدون محدودیت، همچنین قابلیت کنترل و مدیریت کودکان بر تماشای برنامه‌ها توسط والدین. پلتفرمی بروز برای رساندن مژده و خبر خوش انجیل در هر زمان و هر مکان. سات7 پلاس برای فردایی روشن‌تر. دوستان در خدمت شما هستیم در ادامه برنامه علامت سوال. ممنون و تشکر که تا اینجای برنامه با ما همراه بودید و از این که دارید صحبت هاتون رو، نظراتتون رو و همچنین سوالاتتون رو با ما در میان میگذارید و بسیار تشکر میکنم از دوستان عزیزی که پیغام های محبت آمیزتون رو برای ما میفرستید. بسیار برکت میگیریم. ممنون از شما عزیزان که همیشه با تشویقاتون ما رو دلگرم کردید. واقعا خدا برکتتون بده، شما رو هم همچنین. در خدمت برادر فریدون عزیز هستیم و همچنین سوالاتی رو که برادر فریدون جوابگو هستن. برادر فریدون، آقای امیرعلی سوالی رو مطرح کردن، دو سوال رو مطرح کردن. من هر دو رو با هم میخونم که اگر لطف کنید که سوال آقای امیرعلی رو جواب بدید. اول اینکه گفتن اگه امکانش هست نام دو کتابی که کلیسای ارتدوکس اضافه نمودن رو هم بگید و اینکه ترجمه فارسی توراتی رو که در سایت انجمن یهودیان هست و مطالعه کردم، با ترجمه فارسی موجود در کتاب مقدس کمی تفاوت داره. میشه در این مورد مقداری توضیح بدید؟ قاعدتا نباید فرقی داشته باشه. ایشون باید دقت کنن در معناش، ببینن آیا معنا با هم یکیه یا نه، چون جمله بندی ها ممکنه ترجمه است که با هم فرق کنه. ولی ترجمه عهد عتیقی که ما الان در دست داریم همون ترجمه تناخی هستش که از طرف یهودیان مطرح هستش. من خودم این ترجمه را ندیدم که ببینم که چجور ترجمه‌ای هستش، برای هم باید بهش نگاه کنم و ببینم که آیا این اختلافی که گفته میشه اختلاف به اصطلاح سمنتیک میگن، اختلافی که مربوط به گویش و زبان هستش درش هست یا اختلاف الهیاتی درش هست که قاعدتا نباید باشه، برای که یهودیان در این زمینه مخصوصا در کتاب مقدس بسیار تعصب دارند و به هیچ عنوان این اجازه رو نمیدن و اون ترجمه‌ای که ما در عهد عتیق به اصطلاح انجام دادیم، ما که نه، زمانی که ترجمه 70 نفره انجام شد توسط یک سری یهودیان باز بسیار متعصب و بسیار کارآمد که به هر دو زبان کاملا واقف بودند اومدن انجام دادن که برای یهودی انجام داده بودن، برای مسیحیت انجام نداده بودن و بعدا مسیحیت اون رو برداشت به عنوان عهد عتیق به اصطلاح کتاب مقدس فعلی که تا 1500 سال در واقع این بود. حتی وولگیت هم که ترجمه کرد از روی
یونانی از روی همین سپتاجنت ترجمه کرده بود. پس و کینگ جیمز هم اتفاقا ترجمه انگلیسی از روی همین بود و اون چیزی هم که الان در دست ماست علیرغم اینکه به زبان انگلیسی ساده، به زبان حتی فارسی ساده ترجمه شده، اینها هم در واقع همون هستن. پس نباید فرق بکنه، ولی من باید خودم برم ببینم تا بتونم این سوال ایشون رو جواب بدم در این زمینه. در رابطه با اون دو کتابی که ارتدوکسا اضافه کردن، نه، من اسم کتاب‌هایی رو که اضافه کردن اتفاقا نمیدونم، فقط میدونستم که 2 کتاب به این لیست اضافه شده و این دوست عزیزم الان به من انگیزه دادن که برم ببینم که این 2 کتابی که بهش اضافه کردن اصلا چی هست، چون هیچ وقت فکر نمی‌کردم که برای کسی این جالب باشه. مرسی. بعد از فریدون، دوستان عزیز هم درخواست کردن که اون اسامی کتاب‌هایی رو که نام بردید در برنامه رو در آخر برنامه بدید به من تا من بذارم تو این اینستاگرام یا فیسبوک و دوستان عزیز دسترسی داشته باشن که بتونن اونها رو ببینن. خیلی ممنون. همشون میگم من امروز کتاب خنوخ رو نداشتم، کتاب رازهای خنوخ، و امروز با یک رازهای خنوخ پیدا کردم در سایتی به اسم آفتومات و تشکر میکنم از مترجمش. ترجمه بسیار شیوایی از این کتاب بسیار سخت داره و لذت بردم از خوندنش. خیلی ممنون. مرسی. بعد از فریدون، آقای فرزاد پرسیدن که این آیه‌ای که در عهد جدید گفته میشه که به ناصری خوانده خواهد شد، کدام نبی عهد عتیق نبوت کرده؟ تنها آیه‌ای هستی نمیدونیم به خود در عهد عتیق داره ارجاع میشه. عنوان همه داریم ولی این رو نمیدونیم که به کدوم آیه در عهد عتیق داره ارجاع میشه. خب خیلی ممنون. مرسی. بعد از فریدون، اولش گوش گذاشته شد رو همون آیه. خیلی ممنون. مرسی. اما بریم سراغ سوال بعد. دوست عزیزم ما با نام کاربری جیزس کرایست گفتن که دخالت دست انسان رو در تشخیص اینکه یک کتاب کلام خداست یا خیر رو چگونه توجیه کنیم؟ من فکر میکنم در سوال قبلی شما تا حدودی به این مسئله اشاره کردین. آیا موضوع دیگه ای هست که بخوایم بهش اشاره کنیم و توضیحات بیشتر؟ ببینید، مردم فکر میکنن که کلام خدا باید از آسمان تلاپی بیفته پایین، یا اینکه خدا شروع کنه به گفتن و نبی خدا هم مثل ماشین تایپ در حالت خلسه شروع کنه به نوشتن. نگارش کتاب مقدس اینجوری نیست. نگارش کتاب مقدس به شکل الهامه. الهام یعنی اینکه خدا تفکر رو در ذهن نویسندگان گذاشته و این نویسندگان با استفاده از سبک ادبی خودشون افکار خدا رو به زبانی که داشتن می نوشتن در اون زبان افکار خدا رو منعکس کردن. الهامی بودن یعنی این. و اینکه چطور ما تشخیص بدیم که این کتاب الهامی هست یا نه، اولا همونطور که گفتم باید با منسوب باشه به نبی، پیغمبری، یا به رسولان یا به منسوبین نزدیکان رسولان که در واقع وقایع رو دیده بودن. دومیش کلیسا و سنت اون رو پذیرفته باشه. و سومیش که خیلی مهمتر از بقیه است اینه که مطالب کتاب مقدس با اینکه 66 تا کتاب هستن همه مثل زنجیر به هم وصل هستن. مهم نیستش که در چه زمانی نوشته شدن و توسط چه کسی نوشته شدن. بیش از 40 نفر در نگارش دست داشته و در طول 1500 سال این کتاب نوشته شده، یعنی تاریخ 1500 سال در بر میگیره. ولی در همه اونها یک موضوع واحد همینطور داره پیش میره. بنابراین کتاب‌های کتاب مقدس حلقه‌وار مثل زنجیر به هم وصل هستند و هر گونه تلاش برای اینکه چیزی از این پیام
تغییر پیدا کنه این زنجیر رو پاره میکنه و دیگه به هم دیگه وصل نیستن. و وقتی که ما به پیام و آنچه که در همه این کتاب‌های کتاب مقدس منعکس نگاه میکنیم که در واقع جهانبینی مسیحی یا تئولوژی مسیحیت رو در خودش داره، اون موقع اگر کتابی باشه که در این جهانبینی مسیحی بگنجه و اون دوتا عامل دیگر هم داشته باشه، خواه نخواه الهامی خواهد بود. ولی نه اگر یک تافته جدا بافته‌ای باشه که میاد چیزی رو مطرح میکنه که در این تئولوژی زنجیروار ما یه همچین چیزی رو نمیبینیم، مسلمه که اصلاح الهامی بودنش رو باید نسبت بهش شک بکنیم. دون سوال بعد رو آقای رهاب پرسیدن که گفتن که برای رهایی از این دسته‌سازی ها به نظر شما مخصوصا در ارتباط با ایرانیانی که دسترسی به کلیسا و کشیش و شبان ندارن چی کار باید کرد؟ سوالی هستش خود منم دارم. چیکار بکنیم برای ایرانیانی که در داخل ایران هستند؟ حالا یه عده از اونایی که در داخل ایران هستند خادمین خیلی خوبی دارن و دارن بهشون رسیدگی میکنن به بهای جانشون، دارن بهشون رسیدگی میکنن. همین اواخر یکی از خادمین ما رو، چند نفر از خادمین ما رو در ایران به خاطر همین خدمتی که میکنن، خدمت راستین، دستگیر کردن، جزای سنگینی دادن، دستخواه زندان. اینها رو داریم. ولی خب یه عده زیاد به شکل پراکنده وجود دارند که خواه ناخواه مجبورند خودشون رو از جایی تغذیه روحانی بشند. ولی از کجا تغذیه روحانی بشند؟ این هم خودش داستانی هستش. من فکر میکنم که بهترین کار این هستش که این عزیزان برای اینکه وارد یک چنین دستبندی هایی نشند با خادمین با تجربه تماس بگیرند و از اونها مشورت بگیرند و از اونها بپرسند که اینها رو برای اینکه از لحاظ روحانی رشد کنند در یک گروه درستی قرار بدن. خودشون ندانسته، نشناخته کشیده نشن به طرف جایی که بعدها صدمه ببینند. من تنها چیزی که میتونم بگم اینه. ولی اگر فکر میکنید که من جوابی برای این سوال دارم که جواب قاطعی باشه، متاسفانه ندارم. خیلی ممنون، مرسی. من فکر میکنم در وقت باقی مانده‌ای که داریم شاید بشه به یک سوال جواب داد اگر بتونیم. نازی عزیز ضمن عرض سلام گفتن که همسرم میگه به مسیح ایمان دارم ولی خیلی نمیبینم اشتیاق برای شناخت خدا و تعالیمی که خودم گوش میکنم داشته باشه. ولی وقتی یک سری فیلم هایی که در مورد عرفان حلقه یا عجایب و اینجور مسائل رو میبینه کاملا به اونها اشتیاق داره و وقت میذاره. این موضوع منو نگران کرده ولی من همچنان براش دعا میکنم. ممکنه منو راهنمایی کنین که آیا این کار ایشون ضرری به خودش نمیزنه؟ منظورم این که این هست که روح‌های تاریکی وارد زندگیمون نمیشه. متاسفانه میشه. نمیتونم در این زمینه یعنی آینده عرفان ما به هستم، من مسیحی هستم، چیزی رو درست نمیکنه. مسیحی فردی هستش که روح القدس در او ساکن هست و هر روز به روح القدس اجازه میده که در زندگیش کار بکنه و او رو هر روز بیش از روز پیش در رشد روحانیش شخصیتا شبیه شخصیت عیسی مسیح بکنه. یک چنین فردی به کلام خدا، به ماندن در حضور خدا، به شنیدن از خدا تشنگی داره که بر اساس آنچه که این خواهر گفتن در شوهر ایشون نمیبینیم. اگر در شوهر ایشون نمیبینیم ولی در عوض ایشون خودشون رو باز نگه داشتند در مقابل عقاید و باورهای دیگه،
برخی از باورها صرفاً ذهن رو تسخیر میکنه بده، ولی به اون اندازه بد نیستش که با آغوش باز موهای پلید رو به طرف خودش بکشه. این خواهر چیکار کنه؟ مسلمه که پیشنهاد نمی‌کنم بره شوهرشو بکشه. شوخی کردم. این خواهر زمانی که فرصت داره برای شوهرش دعا کنه، یعنی در واقع دائم برای شوهرش دعا کنه و او رو در پوشش حفاظتی خدا قرار بده. نمیدونم شوهرش این برنامه رو میبینه یا نمیبینه، فرضاً بر اینه که نمیبینه. شبها وقتی که ایشون خواب هست، روزها هم اگر ایشون خواب هستش، بره بالای سرش، همینجور دستش رو روی سر شوهرشون نگه داره و در اقتدار نام مسیح دعا کنه، او رو در حفاظت الهی قرار بده، در حفاظت فرشتگان خدا قرار بده، فکر رو، مغز و قلبش رو در نام عیسی مسیح مسح کنه، مهرموم کنه و دعا کنه که روح خدا او رو ملزم بکنه نسبت به گناه، نسبت به عدالت و نسبت به داوری، و این فرد واقعا بتونه حقیقت خدا رو ببینه، تشخیص بده و برگرده به اون ایمان راستی. این اون طریقی هستش که این خواهر میتونه انجام بده و اینکه دائم غر بزنه، نق بزنه، تو چرا این کارو میکنی، تو فلان میکنی، تو بهمان میکنی، جز اینکه زندگی زناشویش رو خراب کنه کار دیگه ای انجام نمیده. الان زمانی هستش که این خواهر در حضور خدا برای شوهرش شفاعت کنه. خیلی ممنون، مرسی کشیش فریدون. یک سوال رو با یک بله یا خیر به من اگه بتونین جواب بدین که خیلی ممنون میشم. فقط این که آقای فرشاد پرسیدن که آیا واقعا کاتولیک ها معتقد به معصوم بودن و بی خطا بودن پاپ هستن؟ بله، برای اینکه پاپ این به اصطلاح پتروس هست، ولی اینکه تا چه حد معصوم و بیگناه هستش، خب بین خودشون هم در این زمینه صحبت ها زیاده و اگر از خود پاپ بپرسی، خود پاپ خودش رو معصوم و بیگناه نمیدونه و از خدا دائم طلب مغفرت میکنه. ما افراد مقدس رو معمولا مقدس میدونیم، پاک میدونیم، ولی درجه پاکی و قدوسیت خب مسلمه فرق میکنه. برای همین این سوال رو متاسفانه نمیتونم با بله یا خیر جواب بدم. خیلی ممنون، مرسی برادر فریدون. من فکر می‌کنم این جزء موضوعاتی که قبلا با کشیش کیوان هم صحبت شده و البته بحث بر این بوده که خب هیچ کس معصوم واقعا نیست یا بیگناه و شاید بشه سوالتون رو از کشیش کیوان هم در این مورد بپرسیم، اما فرصت نداریم. اگه اجازه بدین من خیلی سریع درخواست‌های دعا رو بخونم، فرصت نداریم که دعای ربانی رو هم بشنویم. نجمه عزیز خواستن که برای نجات سعادت فرزندانشون و مشکلات مالی دعا کنیم. آذر عزیز برای ترک اعتیاد دامادشون و برای رهایی پسرشون از اسارت روابط خارج از ازدواج و همچنین برای زوج مناسب برشون خواستن دعا بشه. دانیال عزیز برای سلامتی و آرامش زهره و همچنین برای آنجلا، مرجان، شراره و مرتضی. همچنین دوست از ما خواستن برای پسرشون که کرونا گرفتن دعا کنیم. احمد رضا خواستن برای تمامی انسان‌ها و برای شفای بیماران در دعا باشیم. بهروز عزیز برای ازدواج مسیحی خواستن دعا بشه. سهیلای عزیز خواستن برای مسئله زنا در ایران دعا کنیم که روابط جنسی خیلی زیاد شده، به خصوص برای فرزندانشون. و همچنین بیننده‌ای خواستن برای مشکلات مالیشون و اینکه در ترکیه هستند و پولشون رو مثل که کلاهبرداری شده براشون در دعا باشیم. رهاب عزیز خواستن برای رهایی از دربدری مردم ایران در گرانی و اجاره و ویرانی و همچنین آرامش ایران در دعا باشیم. آقای حسن خواستن برای خودشون و همسرشون در دعا باشیم که به زودی کنار برادران و خواهران ایماندارشون در کلیسا بتونن با هم دعا کنن. نازی عزیز خواستن برای همسرشون در دعا باشیم و همچنین ماهرخ عزیز خواستن برای همسرشون که ایمان بیارن و همچنین برای مشکلات جسمیشون در دعا باشیم. تمامی این دوستان خواستن که برادر فریدون دعا کنیم براشون. حدود 3 دقیقه فرصت داریم که
اگر لطف کنین برای دوستان در دعا باشین ممنون میشم. بله بله. پدر آسمانی، در نام فرزند یگانت عیسی مسیح به حضورت میاییم خداوندا. با ایمان به حضور تو میاییم، مطابق آنچه که فرموده ای به حضورت میاییم و خود تو ما رو خداوندا به این کار تشویق میکنی که احتیاجات خود را به حضور تو بیاریم. این عزیزان خداوندا احتیاجات خود را به حضور تو آوردن، به حضور خداوند عز و جل نیاوردن، به حضور پدر مهربان آوردن که درکشون میکنه، که محکومشون نمیکنه، داوریشون نمیکنه، تو سرشون نمیزنه، نمیگه تقصیر خودتونه، بلکه میخواد کمک کنه. به این ترتیب از خداوندا این شناختی است که ما از تو داریم و به حضور تو میاییم خداوندا و دعا میکنیم این عزیزان خداوندا در این احتیاجاتی که دارن و بقیه عزیزان ما رو که ما رو میبینن ولی احتیاجاتشون رو ننوشتن و الان دارن دعا میکنن و تو از قلبشون خبر داری، از نیازشون خبر داری خداوندا، براشون دعا میکنیم. در دولتمندی خودت، در قوت خودت، در شفای خودت، در شالوم خودت این عزیزان رو خداوندا تو مستجاب بفرما. خواستهای قلبیشون رو خداوندا، به حفاظت تو احتیاج دارن، به برکت تو احتیاج دارن، به قوت تو در زندگیشون احتیاج دارن، به آرامش و شادی احتیاج دارن، به از همه بیشتر به امید خداوندا احتیاج دارن. خداوندا برای اونها دعا میکنم و دعا میکنم برای مملکت ما خداوندا که اینقدر در دست اسارت خداوندا سیاهی و تاریکی اسیر خداوندا، تو نور خود رو بتابون، تاریکی خداوندا از بین میره ای خداوند. و در این دست در اقتدار نام عیسی مسیح، همونطور که تو به درخت انجیر نهیب دادی و او خشک شد خداوندا، در نام عیسی مسیح در اقتدار کلیسا و در اتحاد با دیگر مؤمنین دعا میکنم و خداوندا ریشه تمامی این ظلم ها و افرادی رو که خداوندا مسبب این ظلم بر هموطنان ما هستند در نام عیسی مسیح میخوش کنم خداوند. و ایمان دارم ای خداوند که تو برای ایران و ایرانی نقشه‌ای بسیار عالی داری خداوندا. در نام عیسی مسیح از تو تشکر میکنم که این عزیزان رو در این احتیاجاتشون تو ای خداوند کمک خواهی کرد و مستجاب خواهی فرمود. تشکرات من و دیگر عزیزان رو که با من متحد هستن در این دنیا بپذیر پدر جان، در نام عیسی. آمین. آمین آمین. خیلی ممنون واقعا کشیش فریدون عزیز از حضورتون در برنامه، از موضوع بسیار مهمی رو که برای ما باز کردیم و دوستان خیلی زیادی تشکر کردن از حضورتون و همچنین از موضوعی که صحبت شد و همچنین از جوابگویی به سوالات. امیدواریم که دستان خداوندم همیشه محافظ شما باشه هر کجا که هستید و به خدماتتون برکت بده برادر فریدون و امیدوار هستیم که در برنامه‌های آینده هم باز هم در خدمت شما باشیم و ممنون و تشکر از یکایی که شما دوستان عزیزی که با ما همراه بودید تا انتهای برنامه. عذرخواهی میکنم که اگر نرسیدیم به همه سوالات جواب بدیم تا اونجایی که شما من سعی کردم و بنده خدا برادر فریدونم تون جواب دادم، ولی به هر حال همیشه سوالات زیاد هست، ولی حتما به شما قول میدم که در برنامه‌های آینده به سوالات شما عزیزان جواب بدیم و تکرار برنامه رو هم میتونید پنجشنبه ساعت 3 بامداد و شنبه 10 صبح به وقت ایران تماشا کنید. همچنین برای اینستاگرام و فیسبوک علامت سوال و کانال تلگرام علامت سوال میتونید برنامه رو بازپخشش رو داشته باشید و با دوستانتون به اشتراک بگذارید. مواظب خودتون باشید تا هفته آینده. خدا نگهدار یکایی که شما عزیزان باشه. خدا